عشق. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. ببین اصلا انگار صورت آدم. سید، چوب بخوای تو یک کلمه توصیف کنی چیه؟ عشق. ببینش. عشق. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. ببین اصلا انگار صورت آدم. شما 1000 تا درخت نارنج، 1000 تا درخت گردو بیار، چوب 2 تاش عین هم نیست. همشون انگار اثر انگشت آدم ها هست. هر کی اثر انگشت داره ها. دقیقاً این اثر انگشت بزرگ خدا. فولاد اگر حرارت ببینه اون حالت اصلی خودش از بین میره. کار ما نیازمند صبر و حوصله. یعنی اگر یه کمی بی‌حوصلگی بخوای ریش خرج بدی، یه کمی عجله کنی، هم به خودت آسیب میزنی، هم ممکنه به دیگرون آسیب بزنی. یواش یواش داریم به مرکز چوبمون نزدیک میشیم. نقشا یواش یواش داره میاد رو. اینجا با باریک بشه گلوی گلدونمون، اینجا میشه سر، اینجا هم میشه شکم و یا بدنه گلدون. معمولا من بخوام چوب بتراشم 2 روش دارم برای خودم. یکی این که از قبل چیزی در نظر میگیرم، تنه چوب یا الوار هر چیزی هست میبینمش و حالا بر اساس نقش و ترکا و اینایی که داره براش یه نقشه میکشم که مثلا این بشه، اینجوری بشه، اونجوری بشه. گاهی از اوقات اینو میسپارم به خود چوب.
یعنی حالا شاید از نظر بعضی هم مسخره بیاد. باهاش حرف میزنم، اولش اجازه میگیرم برای تراشیدنش، دوباره بهش میگم که من نمیدونم چی میخوام از تو در بیارم، خودت هر چیزی دلت میخواد بشو. و این اتفاق تا حالا برای من تو 100% افتاده. وقتی باهاش صحبت کردم، وقتی ازش خواستم، بهترین چیز در اومده. یعنی به قول معروف سورپرایزم کرده. این از اون جمله کارهایی بود که باهاش صحبت کردم، گفتم خودت هر چی دوست داری باشو. ببینش، بازی نقشو ببین توش. بریم سراغ باقیش. میگه صبا خاک وجود ما را بدان عالی جناب انداز، بود کان شاه و خوبان را نظر بر منظر انداز. بچه‌مون یواش یواش داره شکل میگیره. خب شکل اصلی و کلی گرفت به خودش. یه کوچولو هم این بالا رو کاسته‌ای کردیم. مهمترین قسمت این کار تلفیق تراش و طبیعته که یه جوری تراش بدیم که این دوتا دستش تو همدیگه افت بشه و همدیگه یکی بشه. حالا اینجا به چشم من انگار یه بچه اومد که تو شکم مادرش هست. کار حجمش زیاد بود، خب به خاطر رستیکیش و لنگر زیادش هم بعض جاها قلم قشنگ نشده بگیری. پس بنابراین 2 مرحله پوسابش میزنیم. یه مرحله با فرز سعی میکنیم حالا پستی بلندی های ریز رو بگیریم، بعد پوساب با دست میزنیم که خط و خشا کلن برطرف بشه. هر چقدر هم پوساب میزنیم این گردایی که از پایین میرزه نرمتر میشه. پوسابمون که هی ظریف‌تر میشه گرده هامون نرمتر میشه.
پوسابایی که میزنیم گردای مختلف داره. 60 رو میزنیم که خط قلممون از بین بره. 120 رو میزنیم که خطای 60مون از بین بره و به همین ترتیب تا 400. دقت کنین الان این غبارایی که از چوبمون داره میریزه از غبارای 60مون خیلی نرم‌تره، پودری‌تره. حالا الان دارم پیستولر تمیز میکنم که سیلر بریزیم توش و سیلرش بزنیم. یه دست سیلر میخوره، یه دو دست سیلر میخوره. بعد حضورت که عرض کنم یه استراحت میکنه. سیلر برای چیه؟ پوششه، برای جلا دادنشه. ز دست آن کمان جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن